سلام، به کانال آشپزی آسان خوش اومدین. امروز با هم میخوایم خورشت مصمای کدو رو درست کنیم. همین خورشتی که الان داره میبینین، ببینین چه آبی داره و همینطور گوشتش کاملا جا افتاده. البته میتونین برای اینکه آبش کمتر باشه زیرش رو هم کم کنید. خب بریم برای درست کردن خورشت مصمای کدومون. قبل از هر چیزی ما میایم کدوامون رو میشوریم و اونا رو پوست میکنیم و خرد میکنیم. بله، همطور که میبینم و پوست کن دارم پوست میکنم اینا رو و آمادش میکنم. خب من از گوشت گوساله استفاده میکنم، پس میام یه پیاز بزرگ رو بر میدارم، داخل زودپزم کاملا تفش میدم، گوشتمو میشورم و داخلش میریزم و کاملا تف میدم. خب همین که گوشتام رنگش تغییر کرد بهش 2 قاشق رب میزنم، 2 قاشق غذاخوری رب میزنم، یکم نمک و زردچوبه بهش اضافه میکنم و کاملا هم میزنم و مخلوط میکنم و اجازه میدم که ربم کاملا سرخ بشه. بله، همطور که میبینی رب ریختم، زردچوبه ریختم و یک مقدار هم نمک زدم و اونا رو کاملا هم میزنم و اجازه میدم که خوب سرخ بشن. خب بعد از اینکه خوب سرخ شد من به اون 3 لیوان آب اضافه میکنم. همش میزنم. بعد از اینکه آب رو اضافه کردم، آب جوشیده البته اضافه کردم، همش میزنم. بعد درب زودپز رو میذارم و اجازه میدم حدوداً 40 الی 45 دقیقه بپزه. توی این فاصله که داره گوشت من میپزه من میام کدوامو سرخش میکنم. پس یک مایتابه بر میدارم، کمی روغن میریزم داخلش و خوب که گرم شد کدوامو داخلش میذارم و کاملا تف میدم. اول یک سمتشو و بعد سمت دیگه شو. خوب که سرخ شدن داخل یک ظرف میذارم که توش دستمال کاغذی چیندم و اجازه میدم که روغناش کاملا گرفته بشه. بله، کدو روغن کمی مصرف میکنه، بنابراین نیاز نیست زیاد روغن بریزید تو ماهیتابه‌تون. خب من کدوامو که سرخ کردم حالا کنار میذارم. همطور که گفتم درب زودپزم رو باز میکنم و میبینم گوشتم کاملا پخته. البته الان یکم آبش زیاده، میتونم زیرش رو روشن کنم آبش کم بشه. حالا میام یه ماهیتابه دیگه بر میدارم و گوشت و آب گوشتم رو که داخل زودپز بود داخل ماهیتابه میریزم. گوشتهاش رو هم داخلش میریزم یه گوشه و کدوهایی رو که از قبل سرخ کرده بودم داخل دستمال گذاشتم، روغنهای اضافهش گرفته شده بود رو داخلش کنارش میچینم. برای درست کردن خورشت مصمای کدو حتما نباید از گوجه استفاده کنی، یا میتونم بگم اصلا خیلی دوست ندارن که گوجه بزنن. برای همین منظور من یه گوجه یعنی 3 برش زدم، 3 الی 4 برش زدم رو داخلش ریختم و اجازه درش رو میبندم و اجازه میدم که کاملا بپزه و آبش کم بشه.
الان کاملا خورشت کدوم حاضر هستش. امیدوارم در کنار خانوادتون از این خورشت خوشمزه استفاده کنید. لازم به ذکره که حتما تو خورشت کدو از چاشنی آبقوره استفاده کنین یا قوره و یا گوجه سبز. هر سهش غذا رو بسیار لذیذ و خوشمزه و ترش میکنه. دوستان عزیزم اگر ممکنه و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ما را لایک و سابسکرایب کنید. خیلی ممنون هستم که تا به این لحظه کنار ما بودید.